دوباره فتنه چشم تو فتنه برپا کرد. دلم ز شهر چو دیوانه رو به صحرا کرد. خدا خراب کند آن کسی که مملکتی برای منفعت خویش خان و یغما کرد. چو در قلمروی خود دید صفحه ایران، سیاه و درهم چون صفحه چلیپا کرد. جهاد کشتن نفس است نی چپاول مال، در این مجاهده عارف مرا چه رسوا کرد. درود و احترام به تمام علاقمندان به زبان پارسی در سر تا سر این جهان. شعری که در ابتدا تقدیم حضور شما بزرگواران شد شعری بود از عارف قزوینی. اما امروز با یک کتاب دیگه در خدمت شما بزرگواران هستم و من رضا از کانال پرشین استوریز داستان‌های پارسی در خدمت شما هستم. امروز کتابی که میخوام براتون بخونم کمی فضای متفاوتی داره و از ادبیات و افسانه و اسطوره میایم سراغ یک کتاب تاریخی و از ویدیوی قبلی که پند و اندرز بود و مال عنصرالمعانی بود، قابوسنامه که مال 1000 سال پیش بود، میاییم به زمان حال، البته نزدیک به حال، چون تقریبا این کتاب مال زمان قاجاره و حدود 150 تا 200 سال گذشته است. اما اسم کتاب چیه؟ کتابی که امروز براتون میخوام بخونم نویسنده اون آقای اسماعیل رائین هستش. حالا کاری به نویسندش نداریم، میتونید خودتون در موردش مطالعه کنین که حالا مهمترین کتابش هم همین کتاب هستش به نام فراموشخانه یا به اصطلاح میرزا ملکم خان، نویسنده اسماعیل رائین که چاپ اولش هم سال 1350 بوده و داستان این کتاب داستان که نیست، البته خب تاریخی این کتاب مربوط میشه به گذشتگان ما در زمان قاجار، اتفاقاتی که در اون برهه تاریخی افتاده. عرضم به حضورتون که این کتاب رو من چون خودم علاقه‌مند به تاریخ هستم، حالا نه اینکه پیوسته بخونم ولی گاهن میام روی یک موضوع خاصی زوم میکنم و زیر و زبرش همش رو میخونم. حالا موضوعات مختلف مثل جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول، حضور انگلیس در کشورهای مهم و بزرگ مثل هندوستان، افغانستان، پاکستان و من جمله ایران و چرای اونها. اما خب زیاد از فضای کتاب دور نشیم. این کتاب رو بریم یک خلاصه ازش بگم و اینکه کی هست فردی که اسمش رو به عنوان جلد کتاب زدن میرزا ملکم خان و در موردش بخونیم. یک بخشیش رو انتخاب کردم، همین بخشی که مربوط میشه به فراموشخانه رو براتون میخوام بخونم. میرزا ملکم خان یه کشاورز زاده‌ای بود که جد اندر جد در کنار زاینده رود در جلفا اطراف اصفهان زندگی میکردم. پدرش میرزا یعقوب بود و فرد تحصیل کرده ای بود، در واقع میشه گفت تنها فرد تحصیل کرده در اون
منطقه بودش که نه تنها از اون منطقه و اصفهان خارج شد، حتی به خارج از ایران رفت، به فرنگ رفت و کشورهای مختلفی سفر کرد و زبان فرانسه رو یاد گرفته بود. همچنین زبان انگلیسی رو بهش تسلط پیدا کرده بود و در سفارت‌های مختلف ایران و حتی داخل خود ایران مترجم بود و به همین واسطه پسرش ملکم پاش به دربار، به فرنگ، به فرانسه از 10-12 سالگی باز شد. و خب ملکم هم خیلی استعداد این رو داشت که زبان خارجی یاد بگیره و خیلی زود زبان فرانسه رو یاد گرفت، زبان انگلیسی رو یاد گرفت و دست و پا شکسته زبان روسی و زبان عربی رو هم یاد داشت. خلاصه به همین واسطه این میرزا ملکم خان پاش به دربار و سفارتخانه ها و کشورهای فرنگی من جمله که مهمترینش فرانسه بود باز شد و از همون 10-12 سالگی هم که اولین کشوری که رفتن فرانسه بود، پلیتکنیک خوندش، مهندسی خوندش، در کنارش دروس سیاسی هم در واقع یاد گرفت و برای کار به عنوان مترجمی در دربار برگشتن به ایران که خب حالا کتاب جزئیات زیادی رو داره این وسط که با چه کسانی آشنا شدن، در چه دوره‌ای بودن، که حالا خیلی کلی و جزئی در انتهایی که این چند صفحه‌ای رو خدمتتون خوندم یه کلیت تاریخی رو از زندگیش براتون میخونم که بخشای پایانی کتاب هستش. مثلا این بخشی که من میخوام بخونم جزو بخشای ابتدایی کتاب هستش، ولی اون رو هم براتون میخونم. مهمترین بخش زندگی میرزا ملکم خان همین فراموشخانه هستش، لوژ فراماسونری. و خیلی جالب و خیلی عجیبه که ما متوجه این میشیم که از گذشته تقریبا مثلا 150-200 سال پیش به واسطه انگلیس، فرانسوی ها و تفکرات مدرنیته چقدر ریز و چقدر با نفوذ و چقدر موشکافانه در فرهنگ، هویت و ساختار طبقاتی ایران نفوذ کردن و اون دیدگاه و ایدئولوژی رو که دنبالش بودن و میخواستن به حکومت، به دربار و پس از اون به مردم القا کردن. حالا خیلی مستقیم وارد این بخش میشیم که اسم این بخش کتاب هست فراموشخانه. از اینجا به بعد از روی متن کتاب یه حدود 7-8 صفحه‌ای هستش خدمتتون میخونم و امیدوارم که استفاده لازم رو ببرید. به تحقیق آنچه که ملکم را بیش از همه مشهور و معروف کرد تأسیس فراموشخانه در ایران است که عده آن را فراماسونری حقیقی و دسته آن را شبه فراماسونری می‌دانند. اما در قوانین و عرف فراماسونری جهانی این گونه تشکیلات را مخفی می‌دانند و مرادشان از به کار بردن عنوان غیرقانونی آن است که سازمان مورد نظر آنها با سازمان فراماسونری جهانی بستگی ندارد، چنان که تا کنون نیز که بیش از 100 سال از تأسیس سازمان فراموشخانه ملکم می‌گذرد، هنوز هیچ گونه سندی و مدرکی که وابستگی فراموشخانه را با سازمان جهانی فراماسونری مسلم بدارد به دست نیامده است. این کتاب رو گفتم تو سال 1350 در واقع منتشر شد و وقتی میگه 100 سال پیشش تقریبا میشه حوالی 1250 شمسی. چند نویسنده ایرانی مدعی‌اند که میرزا ملکم خان در نخستین سفرش به فرانسه به عضویت یکی از لوژهای فراماسونری
یا گراند ناسیونال در آمده است. ملکم در اروپا از هوش و قریحه خداداد خود استفاده کرد. در علوم طبیعی بسیار با ذکاوت بود و آنها را خیلی زود می‌آموخت و بعضی از تردستی‌ها و شعبده‌های معمول فرنگ را نیز آموخت. ضمناً در این سفر به محافل سری فراماسونری پیوست و با ترتیب و اصول سازمان و عقاید این محافل خوب آشنا شد. دانشمند فقید خان ملک ساسانی عقیده دارد در سال 1273 که ملکم همراه فرخ خان امین الملک قفاری به دربار ناپلئون رفت، وارد فراماسونری فرانسه شده و در مراجعت به ایران فراموشخانه را دایر کرده. این عقیده نیز وجود دارد که ملکم بعدها به عضویت لوژ فراماسونری فرانسه درآمده است. دلیل اثبات این ادعا آن است که فراموشخانه نه شعبه‌ای از تشکیلات فراماسون بود و نه بانی آن ادعای تشکیل لوژ فراماسون را کرده و نه اساساً ملکم اجازه تأسیس لوژ را داشته است. میرزا ملکم خان در بدو تأسیس فراموشخانه موفق شد اجازه تشکیل جلسات مخفی را از شاه بگیرد. حتی میگویند ناصرالدین شاه شخصا نیز با این دستگاه که فراموشخانه نام یافته بود ارتباطی یافت، ولی ملکم بدون آن که او را از حقیقت امر آگاه سازد با ارائه برخی از تدابیر و حیل و تردستی که در فرنگستان یاد گرفته بود وی را سرگرم می ساخت، چنان که او می پنداشت در این فراموشخانه آنچه به مردم می نمایند و می آموزند همین تردستی و حقه بازی است. یعنی اجازه را از شاه گرفته بوده ناصرالدین شاه و حتی اجازه میداده که یه سری درباریا یا خود شاه در ارتباط باشن با این فراموشخانه، ولی برای اونها این رو قبولونده بود که آره من توی این فراموشخانه دارم تردستی و حقه و شعبده بازی یاد میدم به مردم و هر کسی که وارد میشه، اما واقعیت این فراموشخانه چیز دیگه ایه. سال تأسیس فراموشخانه را هیچ یک از مورخان و تذکره نویسان ضبط نکردند، زیرا تشکیلات فراموشخانه کاملا سری بوده و هیچ گونه انعکاسی در اجتماع نداشته است. خود اعضای فراموشخانه هم نه در زمانی که فعالیت می نمودند و نه بعدها به علت سوگندی که یاد کرده بودند حاضر به افشای اسرار نشدند و همین امر سبب شد که تا با امروز حتی درباره تاریخ تأسیس این تشکیلات نیز ابهام وجود داشته باشد. عقاید دیگری هم درباره تاریخ و چگونگی تأسیس فراموشخانه هست که برخی گویند پس از بازگشت از سفارتخانه فرخ خان به پاریس فراموشخانه را تأسیس کرد. پس از بازگشت از سفارت فرخ خان به پاریس فراموشخانه را تأسیس کرد. دانشمند فقید خان ملک ساسانی نیز با این عقیده موافقند که در مراجعت از این سفر فراموشخانه را به وجود آورده است. ابراهیم حکیمی حکیم الملک در مصاحبه‌ای که با نویسنده به عمل آورد معتقد بود که در سال 1274 میرزا ملکم خان شعبه لوژ را به ایران آورد و 4 سال بعد به امر شاه تعطیل گردید. 2 نفر دیگر از محققان که درباره ملکم مطالعات عمیقانه تری نمودند عقیده دارند که فراموشخانه در سال 1275 تأسیس شده. دکتر فریدون آدمیت می نویسد در سال 1275 اولین خط تلگرافی را در ایران احداث کرد. بنای فراموشخانه در ایران ظاهراً در همان سال نهاد
و عده‌ای از عیان و شاهزادگان و بعضی از جوانانی که در دارالفنون تحصیل می‌کردند به آن پیوستند. محیط طباطبایی که نخستین مقدمه را درباره بعضی از آثار ملکم خان نوشته، سال تأسیس فراموشخانه را با قاطعیت ذکر نمی کند، ولی اظهار عقیده می نماید که ملکم پس از تنظیم کتابچه غیبی بنیان فراموشخانه را نهاد و همچنین می نویسد ملکم به تنظیم کتابچه غیبی و تقدیم نقشه اصلاح اوضاع اکتفا نکرده، برای آنکه زمینه فکر عمومی را نیز برای قبول طرح‌های جدید آماده و آشنا سازد و به تقلید از اصول فراماسونری فرانسه فراموشخانه‌ای را دایر کرد. اداره کنندگان فراموشخانه بدون تردید میرزا یعقوب و میرزا ملکم پدر و پسری که در دستگاه‌های سلطنت نفوذ داشتند بودند، ولی برای اینکه طبقه حاکم و روشنفکر آن زمان بدون ترس و واهمه بدان سازمان بروند، ملکم خان شاهزاده جلال الدین میرزا پسر کوچک فتحعلی شاه را به ریاست سوری این تشکیلات گمارده بود. جلال الدین میرزا که از شاهزادگان دانا و سخندان و سخنور بود، به علت دوستی با میرزا فتحعلی آخوندزاده که او هم در بعضی از نوشته‌هایش از فراموشخانه نام میبرد و همچنین معاشرت دائمی که با طبقات روشنفکر و دانایان آن زمان داشت، خیلی زود افراد فراموشخانه را تحت تأثیر خود قرار داد و شهرت یافت که او رئیس و استاد تشکیلات است. آنچه که در فراموشخانه می‌گذشت بیشک به ترویج افکار آزادی کمک می‌کرد. ظلم و ستم فراوانی که مستقیما از دربار و درباریان بر مردم مملکت وارد می‌شد، حتی درباریان و خاندان سلطنتی را نیز به عصیان و چاره‌جویی کشانید، تا جایی که میتوان گفت حتی شاهزاده ستمگر و ظالمی چون ذل السلطان هم به فراموشخانه ملکم و سپس به فرماسونری لوژ بیداری ایران روی آورده شد. این شاهزاده در تایید میرزا ملکم خان می نویسد: این میرزا ملکم خان مترجم و جزء اعظم و نایب اول و مستشار فرخ خان امین الدوله بود و در سفارت کبرای پاریس خدمات بزرگ در بستن عهدنامه میان دولت ایران و انگلیس کرده بود و در مراجعت از برای اینکه شاید تخم نفاق و شقاق که در ایران روییده و به قسمی ریشه دوانیده که ریشه خانواده 4000 ساله کنده از میان بردارد، مجلس فراموشخانه قرار داد که شاید مردم برادر و برابر و خیرخواه یکدیگر بشوند. بیچاره ندانست که بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا سقف فرو ریزد یا قبله کجاید. ایرانی های بدبخت این بیچاره را به کشتن دادند. خدا نخواست، مجبوراً وطن عزیزش را که واقعاً دوست می داشت ترک گفت و به غربت رفت. اینجا اشاره به این داره که حالا بخشای دیگه از کتاب اشاره میکنه که میرزا ملکم خان توی سری از بره ها تبعید میشه به یه سری کشورهای دیگه، ولی خب باز با نامه‌نگاری و یک سری پادرمیونی ها مخصوصا فرانسوی ها و انگلیسی ها باز برمیگرده به تشکیلات حکومتی و درباری. بنابراین هنوز چند سالی از تشکیل فراموشخانه نگذشته بود که عده‌ای از رجال و علمای دولت، شاهزادگان، علما و طبقات روشنفکر به این سازمان گرویدند. دکتر آدمیت می نویسد: تعالیم ملکم در میان طبقات مختلف انتشار یافت و در اجتماع سیاسی ایران سخنش پیشرفت فراوان پیدا کرد. بعضی از رجال نامدار از جمله میرزا محمد علی خان امین الدوله
و میرزا یحیی خان مشیرالدوله برادر سپهسالار و میرزا محسن خان مشیرالدوله از همفکران و هممشربان ملکم بودند. از روحانیون بزرگ حاجی میرزا هادی نجم آبادی که از نظر تقوای اخلاقی و فضیلت علمی و آزادی فکری در میان افراد طبقه خود بی‌نظیر بود، با ملکم دمساز و از هممسلکان او بود. میرزا ملکم خان در تأسیس فراموشخانه و اعمال و افعال سری که در محفل مخفی انجام میداد به هیچ وجه رعایت اصول ماسونیک و یا تشریفات رسمی نمی کرد. عده‌ای معتقدند که فراماسونری شناخته شده‌ای که ملکم در آن عضویت داشته به منظور آزمایش اولیه ملکم را وادار به تشکیل لوژ بدون قاعده و اجازه نمود تا اگر از طرف ایرانیان استقبال شد لوژ رسمی به وجود آورد. از این نظر که بگذریم، به نظر می رسد که منظور ملکم در تشکیل فراموشخانه تربیت طبقه روشنفکر و معتقد به آزادی برای اداره دولت اجتماع ایران بوده است. در رسالاتی که او آن را سرمشق اولیه فراموشخانه قرار داده، اصول آدمیت، مفتاح، حجت، همه جا از آزادی، تحول در همه شئون اجتماعی و اقتصادی ایران و بالاخره برهم زدن نظم کهن و پوسیده دوران سلاطین قاجاریه بحث شده است، چنانکه مخالفانش او را متهم به داشتن فکر برانداختن حکومت سلطنتی و تشکیل جمهوریت نموده و از قول او می نویسند بیشتر از ممالک اروپا آیین جمهوریت را بایست نهاد و آحاد حشم را بر تفاصیل مراتب و تفاوت مناصب در حقوق و مملکت و حدود سلطنت مشارکت بایست بود. به هر حال این نکته مسلم است که در نیمه دوم سلطنت مطلقه 50 ساله ناصرالدین شاه مکتبی از آزادمردان را به وجود آورد که میتوان آنها را اقلیت روشنفکر آن زمان دانست. با وجود این همه افراد اقلیت روشنفکر دنبال روی افکار ملکم نبودند و یا از علوم و فنون جدید یاد نگرفته بودند، زیرا در بین دسته اقلیت روشنفکر کسانی با اصول فلسفی آزادی و عقاید سیاسی و مدنی آشنایی داشته، اغلب یا اروپا رفته ها و یا فارغ التحصیلان دارالفنون بودند و یا از جمله افرادی محسوب می شدند که ذاتاً دشمن ظالمان و ستمگران و معتقد به ترویج آزادی بودند. رواج افکار آزادیخواهانه و زمزمه مخالفت با حکومت مطلقه و استبدادی ناصرالدین شاهی به تدریج دربار و درباریان ستمگر را هوشیار و متوحش کرد. به علاوه روس‌های تزاری که از پیدایش افکار و طبقه جدید و آزاد در جنوب کشورشان ناراضی بودند، چون در شاه و درباریان نفوذ فراوان داشتند، به شاه گفتند که تشکیل فراموشخانه و ترویج افکار آزادی مقدمه انحلال سلطنت قاجاری است. ملکم خان درباره ایجاد فراموشخانه به مستشرق انگلیسی چنین گفته است: هنوز بیش از 20 سال از عمر من نگذشته بود که صاحب قدرت و نفوذ مخصوص در ایران شدم. چون آیین مملکتداری و عقب افتادگی وسایل زندگانی مادی مردم ایران را دیدم، به اندیشه اصلاح اوضاع افتادم و به اروپا رفتم و در آنجا اصول دین و اجتماع و سیاست که با عقاید عیسوی آمیخته بود از راه تحصیل آشنا شدم و کیفیت ترتیب و تنظیم انجمنهای مخفی و سری و تشکیل محافل فرماسونری را آموختم. سپس در میانه فلسفه سیاسی اروپا و حکمت دینی آسیا سازش دادم و دریافتم که سعی و تلاش برای انتظام امور ایران به شیوه ممالک اروپایی کاری بیهوده خواهد بود و از این جهت
نقشه عمل خویش را در لفافه دین که با روحیات مردم ایران سازگارتر بود پوشیدم و چون به کشور خود بازگشتم بزرگان پایتخت و دوستان خودم را که احساس احتیاج به اصلاح ملل اسلامی می‌کردند پیش خواندم و به ذیل شهامت و شرافت معنوی ایشان دست توسل زدم. ملکم در ترویج افکارش در فراموشخانه و بعد جامعه آدمیت از آیین انسان دوستی فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی الهام گرفته و به هنگام تشبیه هیکل انسانی به هیئت اجتماع مدنی فلسفه تحقیقی آن حکیم را مد نظر داشته است. آنچه که از اصول آزادی و اصالت فرد و حیثیت انسانی در نوشته افکار و رسالات ملکم مشاهده می شود اقتباس از عقاید جان استوارت میل متفکر انگلیسی است. دکتر فریدون آدمیت ضمن اشاره به ترویج افکار ملکم در پایتخت چنین اظهار می کند: همین که نور علم و آزادی به دربار شاه رسید اولین کانون ترقی خواهی و آزادی طلبی در آنجا به وجود آمد و رجال دل آگاه هوشمند به دور آن گرد آمدند. مبرزترین رجال روشن فکر دربار ناصرالدین شاه ملکم بود. مکتبی بنیاد نهاد که مؤثرترین عامل نشر اندیشه آزادی و تجدد خواهی در ایران است. مرام آن اصول آدمیت بود که تعالیمی اخلاقی بود ولی هدف و غایت سیاسی داشت. عرضم به حضورتون که این بخش از فراموشخانه به پایان رسید، اما تو همین فراموشخانه یک سری حالا تو بخش های دیگه کتاب در موردش حرف میزنه. یک سری میومد او همونطور که گفته شد اصول و عقاید خاصی رو دنبال میکرد و به درباری ها میآموخت. مثلا به درباری ها در مورد اینکه باید خانم ها تحصیل کنند یا مثلا پوشششون به این شکل باشه. شاید بعضی از بخش هایی که توی این مکتب خونه آموخته شد واقعا روشن فکری بود و خوب بود، اما زیر پوست این خوبی ها تلخی، بدی و از بین رفتن یک سری اصول و عقاید دیرینه ایرانی بود. همونطور که گفتم حالا میریم در مورد یک سری تاریخ برجسته در زندگی میرزا ملکم خان اشاره کنیم و براتون بخونم که میاد زندگی این فرد رو به 15 قسمت تقسیم میکنه. چند تاریخ برجسته در زندگی ملکم خان: بررسی دوران عمر میرزا ملکم خان و سالهایی که او به اروپا رفت و در ایران اقامت داشته از نظر ترویج افکار و سهمی که او و سایر همکارانش در تشکیل مجامع مخفی و در جان سپردن در گوشه سیاه چاله ها برای به دست آوردن آزادی داشتند قابل توجه است. با وجودی که ملکم خان مدت زیادی در ایران اقامت نداشت، با این حال نفوذ کلام و بسط افکار و عقایدش در ایران بسیار سریع و مؤثر بود. یاران و همرزمان ملکم در همه حال در مبارزه با عناصر استبدادی فعالیت می‌کردند و زمانی به نام او و گاهی به نام‌های گوناگون انجمن‌های سری را رهبری می‌کردند. ادوار زندگی میرزا ملکم خان را می‌توان به چنین خلاصه کرد: در سال 1249 متولد شد. در 1259 برای تحصیل به فرانسه رفت. در اواخر 1267 که مقارن با اواخر صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر بود به ایران آمده و به عنوان مترجم دولت مشغول به کار شد. 1273 همراه فرخ خان به پاریس رفت.
1275 به ایران مراجعت نمود و خط تلگراف تأسیس کرد. در 1276 فراموشخانه را تأسیس کرد و خودش هم آن را اداره می‌نمود. در 1278 از ایران تبعید شد و به عراق عثمانی و مصر رفت. در 1288 به دستور میرزا حسین خان سپهسالار به تهران آمد. در 1290 وزیر مختار ایران در لندن شد و در 1299 به تهران آمد و پس از گرفتن لقب ناظم الدوله و مقام سفیر کبیری به لندن برگشت. در محرم 1304 به تهران آمد و طرح راه آهن را به شاه داد و در 2 صفر همان سال به لندن مراجعت کرد. در سال 1306 ناصرالدین شاه او را به تهران احضار کرد و بار دیگر به لندن برگشت. در 1307 پس از الغای امتیاز لاتاری معزول شد و شروع به نوشتن مقالات شبنامه ها و روزنامه قانون و رسالات کرد. در 1316 که برابر با 1898 میلادی میشه، پس از 10 سال بیکاری و فعالیت سیاسی علیه ناصرالدین شاه، سفیر ایران در ایتالیا شد. در 1326 پس از 10 سال سفارت در ایتالیا در سوئیس درگذشت. امیدوارم که از شنیدن بخش‌هایی از این کتاب لذت برده باشید. نظرات شما برای بنده خیلی با ارزشه و اگر کتاب خاصی یا سبک خاصی از ادبیات رو دوست دارید برام به یادداشت بذارین تا بخونم. تا درودی دیگر، بدرود.